خدا سلام عرض میکنم خدمت همه شما عزیزان. اگر به خاطر داشته باشید میدونید که ما در کلیپ های گذشته در 2 کلیپ قبلی که تقدیمتون شد در مورد فلاسفه‌ای صحبت کردیم و 2 تا از فیلسوف هایی رو معرفی کردیم و خیلی مختصر در مورد نظراتشون صحبت کردیم که در مورد آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت نظراتی رو داشتن. آقای بیکن و آقای پستالوتسی رو معرفی کردیم. در این کلیپ قرار هست 2 فیلسوف دیگر رو معرفی بکنیم، آقای دورکیم و آقای دیویی. ابتدا به نظرات آقای دورکیم میپردازیم. آقای دورکیم معتقده که آموزش و پرورش کودکان باعث اجتماعی شدن اونها میشه بسته به هنجارها و ارزشها و اون نظام اجتماعی که کودک در اون قرار داره. اگه بخوام بهتر خدمتون بگم، اون جوونی که در یک اجتماع داره رشد میکنه آرمانهای سیاسی و اجتماعی همون اجتماع رو در ذهنش میپرورونه و هدف آموزش و پرورش در اون اجتماع ساخت و ایجاد طبیعت، نه پیروی کردن از طبیعت. و خب ما مطمئناً نمیتونیم، اگر دانش آموزانی داریم که در جوامع مختلف، در کشورهای مختلف، با فرهنگهای مختلف، حتی 1 درس واحد رو اگر آموزش ببینن، مطمئناً آموزش هاشون با هم متفاوت خواهد بود. و این هست نظر این فیلسوف. فیلسوف بعدی که میخوایم در موردش صحبت بکنیم آقای دیویی هست. بعضیا فکر میکنن که وظیفه مدرسه آماده کردن کودک برای زندگیه، ولی آقای دیویی میگه که، یعنی عقیده آقای دیویی اینه که خود مدرسه نوعی زندگیه برای کودک و اصلا هدف آقای دیویی این بوده که مدرسه رو تجربی کنه و روحیه همکاری و تجربه رو در کودک بهبود بده. دیویی گفته که قرار دادن دروسی مثلا آشپزی و باغبانی و نجاری و اینها در برنامه درسی برای تربیت آشپز و باغبون و نجار نیست فقط، بلکه هدفش آماده کردن دانش آموز برای یادگیری دروسی مثل گیاهشناسی، ریاضیات، شیمی و از این دست دروس هست. یعنی اینکه ما هرچند تجربه رو، مهارت رو در دروس دخالت بدیم، اینها در آینده حتی اون کسی که نخواد اون مهارت رو پیش بگیره، باز در آینده دروس تخصصی و علمی اون مهارت رو خیلی بهتر یاد میگیره. متشکرم از شما با خاطر توجهی که کردیم. خدا نگهدار.